من امروز 2/7 It's February 7th. امروز فبروری 7th. بعد امروز صبح داشتم رفتم یه ذره ریسرچ کردم تو بایبل، دیدم کدوم فصل‌ها و آیه‌ها که 2/7 توشه. بعد اگه یه کسی بتونه کلام خدا رو باز کنه با صدای بلند، اگه بتونیم بخونیم، مکاشفه 2/7 هستش. اگه بتونین یه کسی اونا آنکه گوش دارد که همه گوش داریم دیگه آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چی میگوید. هر کی غالب باید به او این را خواهم بخشید که از درخت حیات که در وسط فردوس خداست بخورد. آمین. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. It continues, to the one who conquers, I will give him the right to eat from the tree of life, which is the paradise of God. Amen. من فکر کنم اینا تصادفاً نیستش و خدا با شماره هم کار میکنه و در ملکوت خدا شماره ها خیلی کی هستش. مثلا مسیح 33 سالش بود وقتی رفتن روی صلیب. خدا دنیا رو توی 7 روز آفریده، درست کردش دنیا رو و 12 تا دیسایپل بودن. 13 تا بودن که 13میه it's not a good number sometimes، ولی 12 تا دیسایپل بودن. شماره ها خیلی مهم هستش، حتی در ملکوت خدا، حتی توی ساینس و مت هم که نگاه میکنیم شماره ها خیلی مهمه. ممنونم که این وقت رو دارم که گذاشتیم که اینو فرصت رو داشته باشم که بتونم همین شهادت زندگیمون رو بهتون بدم. میدونم چند ماهیه که ما اومدیم اینجا، هنوز داریم همدیگر رو میشناسیم، ولی دوستان خدا رو جلال بدم اینجا بین خودمون. شما فامیلی ما هستین و I'm thankful to God که میتونیم با هم باشیم و میدونم که قبلا هم گفتم، میدونم که خدا نقشه‌های بزرگی داره برای این کلیسا و برای تک تک ماها. باید ما باز باشیم و اجازه بدیم که روح القدس از ما استفاده بکنه. ما که از ایران اومدیم، من بچه 6 ماهه بودم. من وسط انقلاب من به دنیا اومده بودم. 1978 من 1978 من به دنیا اومدم. توی انقلاب بود. ما سال 79 که 6 ماه بود اومدیم آمریکا. بعد آمریکا بچه که بودم بزرگ می شدم. بیشتر پدرم و اینکه خیلی سخت بود ما که اومدیم، پدرم همش توی مثلا داشت سعی میکرد اینجا بیزنس داشتش، بیشتر توی بیزنس بودم. مامانم من 6می بودم، 6 تا بچه بودیم، من آخر سری بودم. مامانم همش بیزی زندگی و کار بودم. من همیشه تنها بودم، مثلا با خودم بودم، بچه بودم توی چیز، ولی هیچ وقت احساس تنهایی نمی کردم. همیشه احساس میکردم یه چیزی با من بود، یه کسی با من بود. وقت بچه بودم احساس میکردم تنهایی شاید نبودم. بعد شروع کردم وارد مدرسه و اینجور چیزا شدم. اون موقع فصل هاستج و ایرانی‌ها توی هاستج کرایسیس و اینجور چیزا بودن. بعضی از تیچرها مثلا یه ذره چیز بودن، ریسیست بودن و اینجور چیزا. این یه حتی با ما بد بودن یا یه چیزایی میگفتن یا چیزایی در می آوردن. این یه ذره من ناراحت کردش. همینجوری یه ذره توی من یه ریبلیونی ایجاد کردش از بچگی بر اتوریتی ها یا بر تیچر ها و اینجور چیزا بزرگ شدن.
بعدم جوون بودم، بابام همیشه بابام به من میگفت بعد بری کار کنی. من بچه بودم، 12 سالم بود، حقیقتم بود. بابام از مدرسه کشیدن بیرون، انداختن توی کار و زندگی تا زندگیشون رو درست کردن. منم بچه بودم، میرفتم به بابام میگفتم بابا مثلا یه $5 میتونم بگیرم که برم یه چیزی بخرم و اینجور چیزا. بابام مثلا $5 برمی داشت میداد، میگفت تو باید بری کار کنی، بچه باید چیز. اینم به من برمیخورد. وقتی مثلا حدود 11 سالم شد، 12 سالم، بعد پدرم یه کودانم میکرد، مثلا یه چیزایی میگفتن که من این چیزا چی شده. من حدود 11-12 سالم شد، تو کلاس 7 بودم. بعد من شروع کردم رفتم، فهمیدم برای اینکه من خجالت میکشیدم دیگه پول بپرسم برای پول و اینجور چیزا. بعد کلاس 7 بودم، میرفتیم کاسکو، پدرم منو بردش کاسکو. بعد همیشه بیزنس هم به من یاد میداد پدرم. بعد من توی مدرسه دیدم بچه‌ها همش توی مدرسه دارن از این کاپ نودلزا میخورن، نمیدونم این رشته هاست که توی یه چیزاست که آب میزن تویش میخورن. بعد به بابام گفتم آره اینا بچه‌ها مثل چی صف بستن، اینا دارن از این کاپ نودلزا میخورن و اینجوری. بابام منو بردش کاسکو، رفتیم یه ماش از این کاپ نودلزا برداشتیم و خریدیم و من اینا رو پر کردم تو بکپکم می آوردم. بعد اون صفی که اونجا بود من قیمتم رو یه ذره کمتر از مدرسه کردم. بعد صف بسته شد، من این کاپ نودلزا رو اونجا میفروختم و تا مثلا چند هفته بود مدرسه فهمید این پولا چی شد، ما پول میزدیم توی چیز. بعد زنگ زدم به مام بابام، اومدیم توی آفیس پرینسپل توی کلاس و اینجور چیزا، گفتن اینجا بازار نیست، شما نمیتونید بچه‌تون بیاد اینجا کاپ نودلز و اینجا بفروشه. من همیشه سعی میکنم یه راهی پیدا بکنم که پول بسازم که از بابام مثلا نپرسم پول. بعدم کلاس 7 و اینجور چیزا شروع کردیم، میرفتم چایناتاون. بعد فایر کرکر بودش و از این چی میگم به فایر کرکر، از این جرقا چاقو و از این نینجا ستارز بودش و اینجور چیزا. اینا رو می آوردم اونجا توی مدرسه میفروختم. بعدش رفتم تو های سکول که رفتم اونجا دیدم بچه‌ها بیشتر توی مواد و توی دراگ و توی مثلا علف و اینجور چیزا. من رفتم توی بیزنس کار علف. من شروع کردم اون موقع توی مدرسه چیز میکردم. در اون موقع آخه بچه که بودم مامان بابام میگفت صدا میکردن تو کلاس، یه نزدلیلایی که من ناراحت میشدم تو با معلم ها اونجور چیزا. من بچه بودم زنگ میزدم میگفتم این پسر شما، ما که داریم درس میدیم این داره نگاه میکنه توی پنجره، داره نگاه میکنه، همش داره بیرون رو نگاه میکنه، حواسش نیست. منم پدرم میگفت من گریدزام تو مدرسه خوب نبود، گریدزام کم تو چیز بود. پدرم میگفت مثلا این حماد میشی، چیزی نمیشی، بزرگ بشی مثلا میری توی چیز. این چیزا توی من بود. بعد های سکول که بودم بیشتر توی رفتم با گنگا و اینجور چیزا دوست شده بودم. گنگ و اینجور آدمای اینجوری تو مدرسه با اونا من بحث شده بودم و اینکه اونا مثل فامیلی بودن و اینکه اون موقع من احساس میکردم ریجکت شدم از فامیلی و اینجور چیزا. بعد رفتم گفتم به جای اینکه بریم تو کلاس و اینجور چیزا تو های سکول، من میرفتیم بیرون مشروب میخوردیم، مواد میزدیم و اینجور چیزا.
تا 13 سالم بودش برادرم زندگیشون رو داده بود به مسیح. وقتی 13 سالم بودش زندگیشون داده بود به مسیح، من گفتم ما که ایرانی هستیم، ما مسلمان هستیم، چجوری رفته؟ اصلا من نمیخوام باشون چیز رو رفته دینش رو فروخته و اینجور چیزا، چجوری بردن؟ اون 13 سالگی بود. بعد 15 سالم که بودش همینجوری ادامه داره، من این ستوریزایی هستش. بعدش 15 سالم بودش من چند بار کتک خیلی بد، برای اینکه تو مدرسه بودم همش دعوا و اینجور چیزا بودش، ما توی اهل دعوا چیز بودیم. 2 بار منو گرفتن که I got humiliated and broken. تو موقع رفتم چند تا پارتی از این تانگایی ها، از این آدم ها گنده، خوب منو کتک هم زدم، خوب کتک خوردم با ماشین، اصلا منو کوبوندن تو ماشین و اینجور چیزا. اومدم خونه، مامانم شبا که گریه میکرد مثلا گوجای چی میکشنه و اینجور چیزا، اون یه شب منو خیلی بدجوری من کتک خورده بودم. اومدم خونه اصلا چشمام نمیتونستم باز کنم، هم اصلا صورتم رو نمیتونستین بفهمه من هستم، اصلا کاملا تمام صورتم. اون موقع زیر خیلی فشار و دیپرشن رفتم زیر خیلی فشار و دیپرشن. برادرم اون موقع کریسمس بریک بودش، گفتش به پدرم گفت این سامان رو بفرستیم پیش من بیاد اونجا. منم اون موقع تو دلم که شکسته شده بودم، اون موقع یه چیزی تو دلم بودش که برم، یه چیزی احساس کردم که برم، برای اینکه من اون موقع اصلا چاره نداشتم، امیدی نداشتم. بعد یه دونه از اون شبا که خونه برادرم بود، برادرم نشست کلام خدا رو باز کرد. کلام خدا رو که باز کرد شروع کرد صحبت کردن درباره مسیح. و وقتی برادرم که با من صحبت میکرد، مثل این که اون دیگه نبود، مثل این که خدا داشت با من صحبت میکرد. و برادرم گفت اگر زندگی تو امروز تسلیم بکنی و بدی به خدا، زندگی اون میاد تو زندگی و زندگی تو عوض میکنه. و من اون شب با تمام وجودم مسیح رو تو زندگیمو دریافت کردم. و از سال 15 سالگی تا 17 سالگی، از سال 15 سالگی تا 17 سالگی زندگی ما آخر لباس مثلا گنگی میپوشیدیم، با همه دوست آدمایی که باشون فعالیت میکردم و اینجور چیزا قطع کردم، طرز لباس پوشیدن و اینجور چیزا رو عوض کردم، مغزم رو گذاشتم توی درس خوندن و اینجور چیزا. و واقعا اون شبی که من دریافت کردم مسیح، مثل اینکه تمام بارها و این سنگینی هایی که توی زندگیم بود برداشته شد و احساس کردم که یک واقعا زندگی تازه گرفتم و چشمامو باز کردم، مثل اینکه یه زندگی تازه دریافت کردم. و از 15 سالگی تا 17 سالگی همینجوری زندگیم عوض شد و من احساس کردم کلیسا نمیرفتم و کلام خدا رو نمیخوندم، ولی روح خدا، زیادم نمیدونستم درباره روح خدا، ولی روح خدا یه چیزی با من بود و اون میدونستم از من استفاده میکرد. من احساس قوت جدیدی میکردم و درسام همش در کلاس قبلا همش F بود و همه کلاس ها F بود، نمیرفتم مدرسه. بعد از اینکه مسیح اومد تو زندگیم، تمام فکر و چیزامو کردم، دوستا رو بریدم و گریدزام رفت همش A شد که پروف کرد شد به پدرم که میتونم من بکنم و اینجور چیزا، میخواستم این کار بکنم و خدا کردش تو من. و
حتی سینیر کلاس پرزیدنت مدرسه شدم. یعنی زندگیم کاملا از این رو به اون رو شد. و چون کلیسا من زیاد نمیرفتم و کلام خدا رو خوب نمیدونستم، میرفتم من با اشتیاق، با اکسایتمنت به مردم میگفتم خدا منو، زندگی منو عوض کرد. برای اینکه مردم میگن وای گود جاب، مثلا تو زندگی پرزیدنت شدی و اینجور چیزا، میگفتم نه، من نبودم، این خدا بودش که این کارو کردش تو زندگی من. و من خیلی پشن و اکسایتمنت داشتم و یه عشقی داشتم و میگفتن، بعضیا میگفتن نه سامان، تو مچور شدی، تو بزرگتر شدی، تو خودت رو عوض کردی، تو بیدار شدی، خودت بودی عوض کردی، خدا نبودش و اینجوری. منم میگفتم نه، این خدا بودش. من تا چند بار زندگی من قد رفت بالا که غرور یه دفعه میاد تو زندگی آدم. و 17 سالم بود، حدود 17 سالم بودش که مردم هی میگفتن، آره با مردم صحبت میگفتن نه خودت بودی. تا یه روز شدش من گفتم، قبول کردم که بله من بودم. از تون از این که گفتم من بودم تا گفتم من بودم، من احساس کردم یک چیزی از من جدا شد. اصلا احساس کردم یه چیزی از من جدا شد. یه دفعه احساس تنهایی کردم و از 17 سالگی تا 19 سالگی زندگیم همینجوری رفتش به یه راه دیگه. الان یه درهای دیگه باز شد، آدمای دیگه اومدن توی زندگی. رفتم توی باز مواد فروشی، اندفعه چیزای سنگین‌تر، کریستال مت و اینجور چیزا. گفتم پرزیدنت مدرسه‌ام بودم. بعد اون موقع دعوا کردم توی مدرسه، کتککاری شدش، پرزیدنسی ما از دست دادم و از مدرسه منو بیرونم کردن. بعدش اون که شدش، بعدش بازم چیزهای مختلف، ماشینم ملق زد چند بار تفنگ کشیدن جلومون. اصلا اکسپریانس های کریزی داشتم که حدود 19 سالم بودش. بعد رفتم زندان، یه چیزی شدش، رفتم زندان، جوونال هال بودش. خدا شکر قبل از اینکه 18 سالم بودش، right before 18 سالم شده، یه کتککاریایی شدش، اومدن رفتم زندان. زندان که بودم، اونجا باز شکسته شدم و توی زندان بودم. بایبل رو برداشتم خوندم و خدا با من اونجا صحبت کرد. حتی تو بایبل برای من خدا باز کرد که حتی برید توی دادگاه و تو کورت که برید نگران نباشین چی میخواید بگید، چی میگیم، و اینکه من با تو هستم و من از طریق تو صحبت میکنم. و واقعا تو دادگاه خدا یه معجزه کردش اونجا که باعث من 6 ماه میرفتم توی زندان این جوونال ها که عوض شد. اون موقع خدا از من اومد کار کردش و 10 تا ویکند به من دادش. از زندان که اومدم بیرون گفتم من زندگی رو عوض میکنم، یه دوست دختر میگیرم دیگه، سعی میکنم از دراگ و اینجور چیزا، مثلا فروختن دراگ و اینجور چیزا بیام بیرون، سعی کنم زندگی. دوست دخترم حامله که شد. منم که بچه جوون بودم، پدرم آخه مریضی های زیاد داشت و اینکه پدرم بزرگ بود. پدرم 45 سالشون بود من به دنیا اومدم. پدرم همیشه مثلا میترسیدم پلیس که منو میگرفت، من التماس میکردم به پلیس، خواهش میکنم پلیز هر کاری میکنیم به پدرم زنگ نگیم.
یا به پرینسیپل های مدرسه میگفتم به پدرم نگین که من همیشه میترسیدم من پدرم سکته بکنه یا من یه کاری بکنم که روشون فشار باشه. مامانم گفتم اون موقع همیشه مثلا گریه میکردن، میگفتن تو رو یه روزی میکشن و اینجور چیزا. گفتم از زندان که اومدم دوست دختر گرفتم. دوست دخترم 18 سالم بود، حامله شدش. گفتم چجوری بتونم من حالا برم، ما از فامیلی ایرانی هستیم، خجالت میکشن، چجوری من بتونم به مادر پدرم بگم آبروی اینا میره، آبروی مادر پدرم میره و چی شده، چجوری بگم و اینجور چیزا. برای 6 ماه من نمیتونستم اصلا نمیتونستم به مادر پدرم نگفتم. بعد میخواستیم آبورت بکنیم بچه هر که اونم نشد. که یه شب من با دوستم رفته بودم بیرون و در اون موقعی که حامله شدش و همه این چیزهایی که شده بود، پرزیدنسی گفتم همه چیز رو از دست داده بودم، رفته بودم بالا و رفته بودم حالا به پایین. بدتر از اون موقعی که 15 سالم بودش که واقعا داون بودم اون موقع، حالا رسیدم واقعا شکسته شده بودم. یه شب بیرون بودم با یه از دوستام، بگو مثلا حدود 1:00 شب، مثل این که خدا اومد به منو مثل این که بلند کردش و همه زندگیمو مثل این که یه فیلم برای من باز شد جلوی صورتم. از اون موقعی که مسیح توی زندگیمو دریافت کرده بودم، چی جوری زندگیم عوض شده بود و چی جوری الان من توی این سیچویشن هستم و چی شدش توی زندگی. و اون موقع من واقعا شکسته شدم. و یک کلیسا بود توی سمتو ساعت 1:00 شب. منم یه آدمی بودم همیشه پر غرور و دعوا کردن و زدن و چیز. من به دوستم گفتم منو ببر کلیسا. اینم 1:00 شبه، اینم داره بگه کریزیه. بعد کلیسا ساعت 1:00 شب منو بردش کلیسا. ساعت 1:00 شب بلند شدم از ماشین، اومدم بیرون. یک صلیب بزرگ بود جلو اون کلیسا. زانو زدم، همینجوری داشتم گریه میکردم. گفتم خدایا منو ببخش، واقعا من اشتباه کردم و واقعا منو ببخش و I need you in my life. من احتیاج دارم به تو زندگیم و نمیتونم من زندگی بکنم. همون بگو من ساعت 3 یا 4:00 شب بود. همون شب صبح که رسیدم خونه در زدم اتاق یه از خواهرام که میرفت کلیسای ایرانیا اون موقع توی سنازه، میرفت توی کلیسا. در زدم، خواهرم در رو باز کرد. گفتم من امروز باید میام کلیسا. و خواهرم اصلا شاک شده بود که چرا داره دیگه میخواد به چرچ و اینجور چیزا. منو برد چرچ و برای بگیم حدود 1 ماه تا 2 ماه بود من هر هفته می اومدم چرچ. ولی میرفتم چرچ، اونجا که میشستم روح خدا رو احساس میکردم توی سالن و بیرون. ولی اونجوری که و من به خدا داشتم دعا میکردم خدا باز بیا توی زندگیم، احتیاج دارم. و احساس میکردم خدا نمیاد. و برای اون 4 هفته تا 8 هفته که میرفتم کلیسا، این منو باز بیشتر اذیتم کرد و ناراحتم کرد. منو بیشتر شکسته شدم. برای اینکه من الان دارم التماس میکنم که خدا بیاد باز تو زندگیم
و نه فقط دوستان منو ریجکت کردن، فامیلی منو ریجکت کردن، حالا خدا هم منو ریجکت کرده. من الان حتی دارم میگم خدا، دسپریتم، دارم میگم خدایا بیا تو زندگیم و حالا خدا هم منو ول کرده. این منو خیلی چی شده. و شب هالووین بود، من 19 سالم بودش، شب هالووین بود. من با یه از خواهرام رفتم سان فرانسیسکو، یه کنسرت ایرانی بود. کنسرت ایرانی رفتیم، از کنسرت که اومدیم بیرون داریم درایو میکنیم، دعوای بزرگ، حمله بزرگ و خواهرم به من داشت میگفت مثلا تو احمق بودی، تو تمام زندگی ما باهات داریم میکشی و دعوای بزرگ. و اون شب دیگه تصمیم گرفتم که خودم رو بکشم. گفتم دیگه that's it. من نمیتونم دیگه زندگی بکنم. من دیگه همون شب که رسیدیم خونه که توش خیلی ستوریز هم هستش که اگر بشنم تعریف بکنم، ولی اون شب از ماشین خواهرم اومدم بیرون، زنگ زدم یه از دوستام که بیاد منو برداره. من اون شب من تصمیم گرفته بودم 100% من خودم رو میکشم. رسیدم خونه اون شب، دوستم اومد منو برداشت و وقتی دوستم برداشت مثل این که آردی میرسم last time، آخرین دفعه است من اینو میبینم. این همون دوستم بود که اون روز منو بردشون چرچ اون شب. رسیدم که خونه اون شب ساعت 2 نصف شب بود. رفتم اتاق مامان بابام، زانو زدم و همینجوری مش میزدم خودم رو توی کلم و گفتم منو ببخشید برای تمام اذیت هایی که کردم بهتون. واقعا من احمق بودم، منو ببخشید برای همه کارهایی که کردم بهتون. و رفتم، مامانم قرصا خواب داشت، رفتم قرصا خوابای مامانم رو برداشتم، رفتم پایین تو اتاقم و این قرصا رو کردم تو دهنم و روی زمین بودم و همینجوری مش میزدم. مامانم اومده بود، جیغ و اینجور چیزا بالا سر من و دستشون رو میکردن تو دهنم که این قرصا رو بیارن بیرون. اون صبحش من بیدار شدم، صبح بعدش بیدار شدم، روی زمین خوابیده بودم، نمیتونستم موو کنم، نمیتونستم حرکت بکنم، همینجوری مثل یه وجتبل روی زمین بودم. اون یکی خواهرم تو فرناز که تو کلیسا بود، فرناز خواهرم زنگ زده بود به مامانم، گفت اگر دوست دارین این سامان بیاد کلیسا، بره کلیسا با کشیش کلیسا بیاد صحبت بکنه. و منم همینجوری سرم رو اینجوری ناد کردم که آره من میام و خواهرم بردش. نشستم با کشیش هرمز نشستم صحبت کردم و اون روز با گریه، همینجوری با گریه تمام زندگیم، هر چیزی که شده بود اون با گریه همینجوری و گفتم من الان دارم میگم حتی خدا بیاد تو زندگیم، خدا هم منو ول کرده، خدا هم تو زندگیم نآمده. و اون روز که شما کلامو باز کرد و با من کلام خدا رو باز کردن، صحبت کردن و گفتن اگر زندگیتون رو، و اون موقع که ایشون داشتن صحبت میکردن بازم مثل اینکه خدا اومده بود و خدا داشت با من صحبت میکرد از طریق ایشون. و اون روز من زانو زدم و واقعا با تمام وجودم زندگیمو دادم به مسیح و از سون از اینکه دعا رو کردم مثل اینکه باز اون بار و اون سنگینی ها، اون کثافت ها، اون تاریکی ها مثل اینکه
کاملا برداشته شد و من یک تولد تازه هاللویا. تو زندگیم باز اون احساسی که در 15 سالگی کرده بودم باز اون بریک ترو و اون روح خدا اومد تو زندگیم و جرنی اونجا تموم نشد و جرنی اونجا شروع شده و این عشق، این رابطه عشق و این رابطه ایجاد شده و نمیدونم چجوری بتونم و بهتون تعریف بکنم حالا روزهای بعدن که بتونم بگم چقدر خدا به من خوبی کرده، چقدر من که کی هستم ولی چقدر واقعا و من آدمی نیستم که این چیزها رو اصلا دیزرو بکنم این فیض خدا چقدر خوبه و این واقعا کارهایی که کردش تو زندگی معجزه هایی که کردش من اصلا اینجا نبودم اگر برای خدا نبودش من الان یا توی حقیقتا بدون یا من زنده توی زندان بودم الان یا مرده بودم الان اگر برای مسیح نبود توی زندگی من و کاملا من زندگیم برای مسیحه و واقعا خدا has been good, he's been great و کارهای بزرگی خواهم انجام داد و یه پسیجی هست تو بایبل من دیگه نمیخوام زیاد وقت بگیرم ولی یه پسیجی هست تو بایبل که این همیشه این مثل که از دل من هستش و واقعا به زندگی من ربط داره و کارهایی که خدا کردش تو زندگیم First Timothy chapter 1 Timothy verse 13 1 Timothy 1:13 اگه یک کسی بتونه بخونه پلیز. با اینکه در گذشته کفرگو و ستمگر و زورگو بودم بر من رحم شد زیرا از ناآگاهی و بی ایمانی چنین می‌کردم. ادامه بدم 14 هم بخونم. بله. آری فیض خداوند ما به فراوانی جاری گشت همراه با ایمان و محبتی که در مسیح عیسی یافت می‌شود. Even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. The grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus. Amen. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Jesus Christ came into the world to save sinners, of whom I am the worst. But for that very reason I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his immense patience as an example for those who would believe in him and receive eternal life. خیلی ممنون برای این وقتی که به من اجازه دادین که اینجا صحبت بکنم و